چی دیگه بیچاره یاشا عاشقی هم نکنن. عشق محبت گناه نیست. یا آدم رو نازیدن گناه نیست که بوتا شما عاشق نشده این. خواهر عزیز شما درست بفهمه که عاشق شدن گناه نیست، راست. یعنی انسان غیر اختیاری با کسی عاشق میشوه، یعنی در اختیار انسان نیست، ناخودآگاه با کسی عاشق میشوه. گناه در اینجا ایه که انسان وقتی که با کسی عاشق میشوه، با دختری عاشق میشوه، با او رابطه نامشروع میکنه، میره قطعی او در خلوت میشینه، تنهایی ده میشینه، قطعی او پرپیسکا میکنه، صحبت های تلفنی، صحبت های محرمانه میکنه. انا ایش گناه هست. خب وقتی که شریعت یک چیز برای زنها زپرت میکنه، البته که یک حکمت داره، به خاطر حفاظت آبروی همو دختره. شما چی گمان میکنی اگر دختر زیبا کردگی با همو دوست پسرش در یک جا تنها بنشینن، اونها نتیجهش چی میشوه؟ یعنی با مثل با مانند همو که در پیش گودک یک شکلات میمونی، بگی بچه‌م همین شکلات نخری که خب او گودک ترا گوشت میکنه، قب میزنه شکلات میخوره. یعنی وقتی که جوان خون در جوشای در پیش یک دختر زیبا میبه، در تنهایی مینشینن، نتیجهش چی میشوه؟ به آبروگی میشوه. دختر آبروش لکه‌دار میکنه، آبروی پدر و برادرش میریزونه. پس شما بین گری همو دولت هایی را که روسیه را نگاه کنه، همو جوان ها ای 17 سالگی، ای 17 سالگی جو، ای 14 ساله و 15 ساله با هم دیگر عاشقی میکنن. خب در همو 12 سالگیش حتی با هم دیگر علاقه های جنسی میکنن. خب شما همین خیلی میخواهی. پس دیگه اگر همین خیلی اگر فکر اندیشه داشته باشه، اگر کمی بعدتر نگاه کنیم، یگان دختر دیگه لباسی عروسی نمیپوشه، یگان دختر با چادر و با لباسی عروسی قطعی ای خونش نمیبره دیگه. فقط همین رابطه های نامشروع قطعی همون شوهراشون نمیآوند دیگه. پس نتیجهش زیناکاری پهن میشود دیگه. پس شما یک مثال تو میبیارم که زنی که پیش شوهر کردنش با چند مرد همین خیلی با نام عشق عاشقی همین خیلی میگرده. وقتی که شوهر میکنه، شوهر براش اینترس نیست، شوهر براش شیرین نمیشوه. مرد هم همچنین پیش زنگیریش با چند دختری همین خیلی عروس بازی میکنه میگرده. وقتی که زن میگیره، زن براش اینترس نیست، از او لذت نمیتونه بره، زندگی شیرین نمیشوه، عاقبت اونها از هم جدا میشوند، هر روز جنجال میشوه. وقتی که با تقوا ابتدای زندگی را آغاز میکنن و با تقوا با هم میرسن، الله رب العالمین در بین اونها الفت و محبت و مهربانی نصیب میکنه که اونها زندگیشون خوش و گوارا میگذره.